به مطبوعات محلی و مجله های محلی نظر کردم، یک سلسله شعرهای شما در موضوع وطن منتشر گردیده ایستاده است با نام کشور خورشیدها. این اشعار شما شروع میشه البته از همون سالهای پردهشت کشور. واقعا نسل ما نسل است که بهترین دوره جوانیش گم کرده است در سالهای همین جنگ شهروندی. حدودی 10-12 سال که ما جوانی ما باختیم. جوانی ما در بین همون دود جنگ، در بین همون پراکندگی ها، دهشت ها سرسان شد. من نمیدونم در کجای تیر خورد، در کجای زخم برداشت. ما همراه یک موسفیدی که پسرش گم کرده است گریه کردیم. همراه مردمی که نوبتی نان ایستادن در نوبت ایستاده بودیم. این دفتر خاطرات است. این آدمان که هر سری صبح و نماز شام در نوبتی بریده نان میکنند جان، همسایگان بیکس و بیچاره منند. من اینا به چشمم دیدم و در نوبت نان دیدم که یکی افتید و جان داد. بار دیگر گناه نمودم، بار دیگر گناه نمودم، مرا ببخش. آینه را سیاه نمودم، مرا ببخش. آینه را سیاه نمودم، مرا ببخش. چشمم برای بستن، دستم برای بستن چشمم نمی رسید، ناآگاهان نگاه نمودم، مرا ببخش. گفتی که سن و سال تو از حد گذشته است، انکار سال و ماه نمودم، مرا ببخش. 100 باره توبه‌ام که قبول گشت پیش تو، یک باره اشتباه نمودم، مرا ببخش. همین خیلی است. این آدمیزاد گناه میکند، بازم با توبه میکند، با گمان میکند که با گناه کند خداوند باز میبخشد. فکر میکنم این مردم همین خیلی هستند، میدانند که گناه هست، اون جنگ و جوشی که میکنن، ویرانکاری که میکنن، باز گناه میکنن. وگرنه آخر آدم هستند که یک همین جوهر انسانی و انسان پرستی از موضوع اساسی ادبیات جهان است. این رودکی و حافظ و سعدی و بیدیل و صنایعی و عطار و لرمونتوف و پوشکین و بایرون و اینها جدا کرده نمیشد. اینها همشون در یک جامعه نشینند، روحشان حالا هم در یک جامعه نشیند، به هم صحبت میکنند. اشعار سالهای اخیر شما، جنگ ها در خاور میانه و مثل سوریه و عراق و جنگ در اوکراین، امثال اینها بیشتر و بیشتر شدن در اشعار شما. حاضر که جنگ مثلا در سوریه می رود، وقتی که جنگ در اوکراین می رود، مثلا ما یک نفر شیند و گوید خدا را شکر، خب اونجا جنگ است و کشوری من در امانی از خطا میکنن. میفهمید؟ مادری که در اوکراین، در خاک اوکراین مثلا جان میتید، این مادری تاجیک است. مادری که مثلا در عربستان جان میدهد، مادری تاجیک است. مادری که نمیدونم در آفریقا نان گدایی میکند، یعنی مادری ما شما است، خواهر ما شما است که اونجا احوال بد دارد. تشکر که
به این صحبت راضی شده. سپاس، تشکر شما. این چه شور است که در دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. این چه شور است که در دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. خدایا چه دنیا، هیچ رحمی نه برادر به برادر دارد. هیچ شفقت نه پدر را به پسر میبینم. هر کسی روزی بهی می طلبد از ایام، مشکلان است که هر روز بدتر میبینم. خدایا چه دنیا، خدایا چه